کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که صبح 18 مای سال 2023 ساعت 09:30 با وقت محلی هنگام آبوزی در جای ممنوع در دریای سیر یک ساکن 16 ساله شهر خوجند غرق شد. نجات دهندگان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت به جای حادثه رسیده بعد راه‌اندازی کارهای جستجویی جسد نورس را از آب بیرون آوردند و به مقامات مربوطه سپردند. به حساب کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از اول سال جاری تا به امروز در آب‌های کشور 65 نفر غرق شدند که 36 نفر آنها کودکان و نورسان تا سن 16 میباشند. سال 2022 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودک و نورسان تا سن 16 غرق شده بودند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از پدر و مادران بار دیگر خواسته است که فرزندان نابالغ خود را به نظارت نگذارند و قاعده‌های شناوری و آببازی را جداً رعایت کنند. کمیته خاطر رسان کرده است که نابالغان نباید بدون حضور کلانسالان خود سرانه به آب درآیند و حیات خود را در خطر گذارند.